امام بخاری و امام مسلم و اینچنین یک چند راوی های حدیث یک قصه بسیار عجیب از جابر ابن عبدالله روایت میکنند که جابر رضی الله عنه میگویند روزی همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان از غزوه ذات الرقاع جنگ ذات الرقاع برمیگشتیم و من یک اشتر بسیار لاغر داشتم و اشتر من در آخر لشکر بود که همه می رفتند و من در آخر لشکر یک لحظه شد که از قفا یک نفر آمد و به اشتر من با نیزه با یک قمچین یا زد که اشتر من تیز دوید. دیدم که از تمام دیگر اشترها و اسبهایم اشتر من پیش گذراند و در صف اول شدم. من دیدم که به قفایم نگاه کرده پیامبر صلی الله علیه و سلم با یک نودچه یا یک قمچینک به اشتر من زدند و به نزدم آمدند و دو نفر همراه جابر و پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار یک صحبت عجایب می‌گذرد. ببینید، تصور کنید یک سرلشکر، یک رئیس دولت یا مدیر را تصور کنید، هر یک زیر دستان خود را از حالتش، از چهرهش، از نگاهش، حتی از طرز سخنکنیش میفهمید که در دل او چی میگذرد، چه مشکلات دارد، احساس میکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین یک شخصیتی بزرگ بودند. با وجود همه مشغولیت ها پیامبر صلی الله علیه و سلم، ببینید یک نفری که در آخر لشکر است، همان را پیامبر صلی الله علیه و سلم اهمیت دادند و به نزدش آهسته در یک حالتی که خودی او احساس نکرد از قفایش آمدند و جابر یک تبسم کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش گفتند بسیار شتابانه میروی. جابر خندید و گفت آخر اشتر من بسیار لاغر است و بین آنها صحبت آغاز می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هل تزوجت یا جابر؟ آیا ازدواج کردی؟ زن گرفتی؟ از چهره هاش معلوم بود. گفت بله، حائل دار شدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند باکره گرفتی یا زنی که از شوهرش جدا شده است بیوه گرفتی؟ گفت نه، پدرم وقت شهید شد یک چند خواهرها ترک کرد، گذاشته رفت و دختری که باکره است عادتا ارکه می شود، چی می شود و فرزندان زیاد را نمی تواند تربیه کند، از پی آنها شود. برای همین یک زنی که سال خورده از کمتر همون را گرفتم تا اینکه به جای مادر برای آنها مادری کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند جابر اشترت را برای هم میفروشی؟ جابر گفت آخه این اشتر من بسیار ضعیف و لاغر است، یک ارزشی هم ندارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند نه، من میخرم، بگذار بخرم. گفت خیلی نرخ کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند به یک درهم میفروشی؟ جابر گفت یا رسول الله من همینه بی مزد بی پول برایتان میدهم. گفتند نه، 2 درهم میتیم. همین طور ببینید قائد یک سرلشکر با یک زیر دست خود یک صحبت عجایب صمیمی. رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواهند یک خوشنودی به دل جابر رضی الله عنه درآورند. جابر گفت آخه 1 درهم 2 درهم یا رسول الله جانم فدای شما، من 100 اشتر داشته باشم میتیم برای شما. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند برای 200 درهم میتیم. جابر از خرسندی امخی شد که گفت فرایم از اشترم حاضر تیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند نه، من از تو خریدم، همین را خریدم، وقت مدینه میرویم بعد از تو میگیرم. خلاصه همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه ها به مدینه وارد شدند و یک صحبت عجایب گذشت بین آنها و جابر رضی الله عنه در یک روایت آمده است که سحر بر وقت خسته اشترش را گرفته نزد در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم می رود. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم اشتر را خریدنی نبودند،
مقصد رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ مقصد پیامبر صلی الله علیه و سلم خرسندی به قلب جابر در آوردن بود و جابر آورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش آن پولی که آن مبلغی که گفتن دادن و گفتن و خذ جملک معک، اشترت همراهت ببر، گیر، لازم نیست. جابر بسیار خرسند شد و برگشت. میدانید جابر پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند و ابوبکر خلیفه شدند. ابوبکر هم همچنین گذشتند و عمر خلیفه شدند. عمر هم گذشتند و اشتر جابر رضی الله عنه، همون اشتری که رسول الله صلی الله علیه و سلم با برکت همون یک قمچین رسول الله صلی الله علیه و سلم اینقدر شتاب کرده بود، زنده بود، نمرد و همون شب را جابر هرگز فراموش نکرد و در تاریخ هم همون شب بعیر میگفتن و جابر همیشه تبسم میکرد، همون لحظه ها را، همون صحبت ها را به یاد می آورد. گفت قسم به نام الله که همون شب رسول الله صلی الله علیه و سلم 25 مراتبه مغفرت گناهان مرا کردند. 25 مراتبه رسول الله صلی الله علیه و سلم غفر الله لك، الله تو را بیامرزد، گفته در حق جابر رضی الله عنه دعا کردند و جابر ابن عبدالله این را هرگز فراموش نکرد. اکنون تصور کنید امروز یک انسان با نفوذ، انسانی که رئیس باشد، خداوند برایش منصب داده باشد یا یک منصبی باشد که حتی نمیگوییم که یک اداره دولت یا اداره یک شرکتی بزرگ، یک کارخانه معده‌ای داشته باشد، خرد یک کارخانه، چقدر کبر و غرور، چقدر زیر دستان با یک نگاه بلند، با یک معامله درشت. برای همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی الله وصف میکند میگوید ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یا رسول الله اگر شما انسانی درشت، انسانی که سنگدل میبودید، لانفضوا من حولک، صحابه همه میگریختند، پاش میشدند، از شما دور میشدند. این بود خصلت پیامبر صلی الله علیه و سلم و الله کند که ما و شما پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم و چنانه که میگویند اگر تو مرد را سنجیدنی باشی، اگر تو خواهی که یک انسان را بفهمی و بدانی چگونه است، برایش منصب ده، برایش سلطه بده، برایش در حالتی که ثروتمند است، پولدار است، در همین حالت مردی انسان از نامردان، از انسانهای متکبر، از انسانهای پرغرور معلوم می شود. الله هر یکی ما و شما را به سوی خودش هدایت فرماید و همیشه خلق و رفتار ما و شما را مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان بزرگ بگرداند.